از خوردی آرزو داشتم مقصد در کوچه ها مقصد همین خیلی دستخوابانی میکردم با آدما. بعد یک روز دوستم زنگ زد که گفت که هم خیلی جا هست مقصد هم خیلی مسابقه هست. بعد با من زنگ زدن، من رفتم با استادم شناس شدم، در زل شناس شدم، با مشق رو سر کردم، با قلوی بلند نرسیدم. وقتی من در خانه بودم زیغ میموندم و نمیدونستم هر مشقایی که در خانه میکردم و بعد مشق شروع کردم، خیلی تماشا کردم. زیغ میشد، نه چند سال خانه ده بود، زیغ میشد که من برآمده نمیتونم. مقصد همین روزی که ورزشگر شده خیلی ما خرسندیم. پدر و مادر خشتورم ماماش بسیار ترگی خرسندیم. خیلی بهترین شد که میدان ندید، مثال دولت های دیگر رو دید. خیلی پیشروی می باشد. 2018 ماه دکبر بود، به مسکو سفر کردم. رقیب من از قزاقستان، قرقیزستان بود و از روسیه بود. رقیب سخت‌ترینم از روسیه بود. گفتم که خیلی میکده باشه، معیوبه، میتونسته باشه، نمیتونسته باشه. گفته خیلی در هیجان بودم. اونه که بعد تلفن کرد که هم خیلی ما جای یکم گرفتم. و چه جای شده است که یکم بار من اشک ریزاندم. مثلا از خرسندی پرچم تاجیکستان بلند برداشته شد، من خیلی احساسی بلند کردم. میخوام خیلی زلی که با شرایط معیوبان میشود، میخوام یک تا بسازم.